حمله اتمی به خاک آمریکا و حدس میزنید توسط کی؟ نابود شدن تمدن آن سوی آتلانتیک، فرار مردم به شهرهای زیرزمینی، صدها متر زیر زمین داخل سیلوها. حداقل این تصویری که سریال سایلو از آمریکا داره نشون داده میشه. و فکر میکنید کی حمله رو انجام داده؟ در پایان فصل 2 سایلو، بدونی که من بخوام این سریال رو خرابش کنم، به قول دوستان جدیدتر اسپویلش کنم، باید بدانید که آن کشوری که مسئول این حمله اعلام شده در این سریال جمهوری اسلامیه. من نمیخوام بگم این واقعیت یا اینکه کسی همچین فکری داره، ولی در اون سریال این گونه قضیه مطرح میشه. مردم انسانیتشون از دست دادن، رفتن زیر صدها متر سیلو زندگی میکنن، تاریخ از دست رفته، فرهنگ از دست رفته، آمریکای بزرگ از دست رفته. حداقل این روشی هستش که دارن به مردم آمریکا و مردم جهان نشون میدن نتیجه یک حمله اتمی را. و مقصرش کیه؟ در پایان فصل 2 این گونه مطرح میشه که مقصر این قضیه، مسئول این قضیه کشوری نیست جز کشور ما. خب حالا یه لحظه با هم مرور کنیم درکمونو که از هالیوود داریم، از نحوهی که اینها مدیریت میکنه افکار عمومی رو، و بعد نگاه کنیم جایگاه سریال سایلو که خانم ربکا فرگوسن بازی میکنه، دهها بازیگر درجه 1، بسیار پلات قوی، پیرنگ فوق‌العاده، فیلمبرداری عالی، رازآلود، زیبا، پر از تعلیق، پر از اکشن، با نمره بسیار خوب. خب این ذهنیت داره چه چیزی رو معرفی میکنه، دنبال چه چیزی هستن. من نمیگم که الان یه تئوری توطئه بزرگ در جریان، اصلا خودم طرفدار تئوری توطئه نیستم، اما یه چیزی هست، دارن ذهنیت‌ها رو آماده میکنن. دارن ذهنیت‌ها رو آماده برای چی میکنن؟ شما باید نظر بدید، شما باید فکر کنید. من بهتون دارم میگم که این سریال ساده‌ای نیست، هزینه که توش شده میلیاردیه. خب البته سرمایه‌گذاری میکنن و برداشت هم میکنن، اما خب چرا جمهوری اسلامی به اونجا حمله کرده باشه؟ چرا اسم کره شمالی نیست؟ چرا پاکستان نیستش؟ چرا این حداقل 9 کشور بالاخره اند باشگاه اتمی حضور دارن؟ چرا اسم اونا نیست؟ چرا اسم ماست؟ و نتایج این حمله حالا خواهید دید، اگه سریال دیدید، بسیار دهشتناکه. حالا اگه من گفتم بهتون که در پایان فصل 2 معلوم میشه که حمله از طرف ما بوده، این خیلی حالا اسپویل نمیکنه ماجرا رو. خود ماجرا انقدر تعلیق داره و از اولش هم معلومه که بمب اتم زدن که زیاد تأثیری روی درک شما از ماجرا نداره. سریال قابل نگاه کردنیه، ولی علاوه بر اینکه حالا توصیه میشه نگاه کردن به این سریال به خاطر اینکه سریال جالبی هست، از این زاویه، از این منظر که من خدمتتون گفتم هم شایان توجه هست. یادون باشه ما در کشوری به سر میبریم که الان محل کانون تلاقی آرا و تضاد منافع دنیا هستش. ژرف در بیاندیشیم.